بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه پرسش و پاسخ. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دقانم هستیم و خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. در خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت شما و بینندگان خواهم بود. خواهش میکنم بیننده عزیز، طبق روال معمول سالهای شرعی را از SMS هایی که فرستادین آغاز میکنیم. بیننده سوال پرسیدن، گفتن که در آلمان هستند و 19 ساعت زمان روزه میباشد. گفتن که پارسال براشون مشکلی پیش اومده به دلیل اینکه معدهشون زیاد خالی بوده، در داخل معده خون جمع شده بود و راهی بیمارستان شدن و بستری شدن. دکتران به او اجازه روزه گرفتن را ندادن. سوالشون این است که به خاطر چند روز از رمضان گذشته که نتوانستند روزه بگیرند، چه چیزی بر این شخص واجب است و همچنین آیا سهولت شرعی برای کسی که این مشکل ها را دارد وجود دارد یا نه؟ الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. الله متعال تمامی احکامی رو که بر انسان فرض قرار داده و جز احکام شرعی هستند و واجبات شرعی هستند، این احکام رو الله متعال متناسب با توان انسان و موقعیت و وضعیت انسان قرار داده. به طور مثال نماز رو الله متعال دستور داده که ایستاده بخوانیم، اگر نتوانستیم نشسته بخوانیم، نتوانستیم دراز کشیده بخوانیم، در سفر بودیم و مشغول بودیم جمع بخوانیم یا اینکه قصر بخوانیم، نماز 4 رکعتی را 2 رکعت بخوانیم. تمام اینها نشانه سهولتی هست که الله متعال برای مسلمانان در احکام شرعی قرار داده. در باب روزه هم الله متعال سهولتی قرار داده، اما نه به این معنی که روزه نصف باشد. روزه نصف نمی شود. روزه یعنی باز آمدن از خوردن و نوشیدن و همبستری از طلوع فجر تا غروب آفتاب. این تعریف روزه هست. این گونه نیست که اگر کسی توانایی روزه را ندارد که کل روز روزه بگیرد می تواند نصفش را روزه بگیرد. نه خیر، بلکه الله متعال برای کسانی که در سفر هستند یا بیمار هستند فعدة من ایام اخر اجازه داده که رمضان را روزه نگیرند، منتها بعد از رمضان را روزه بگیرند. یعنی وقتش رو تغییر داده الله متعال به خاطر سهولت. کسانی که در ماه مبارک رمضان مشکلی رو دارند، بیمار هستند و یا در سفر هستند نمیتوانند روزه بگیرند، یا زنانی که باردار هستند یا بچه شیر میدهند، باید بعد از ماه مبارک رمضان روزه بگیرند. این یک نوع سهولت هست. و کسانی را که به صورت کلی توانایی روزه ندارند، نه در رمضان و نه در غیر رمضان، یک فرد بیماری مزمنی داره، همیشه بیمار هست و توانایی روزه گرفتن رو نه در رمضان دارد و نه در غیر رمضان، سهولت برای این افراد این است که به جای روزه فدیه بدهند. اگر کسی بیمار هست و به خاطر بیماریش نمیتواند روزه بگیرد و این مشکل و بیماری رو در طول عمر دارد، هم در رمضان و در غیر رمضان این عذر شرعی رو دارد، از نظر شرعی جایز هست که روزه نگیرد و بعد از رمضان یا حتی در خود رمضان هم به تعداد روزه ها فدیه بدهد. فدیهش همین است که در مقابل هر روزی 1.5 کیلوی خوراکی بدهد، گندم، جو، برنج، یا این که مهمانی بگیرد و به تعداد روزهایی که نتوانست روزه بگیرد فقرا و مساکین رو دعوت بکند. این کفایت میکنه. اگر این بیننده عزیز اگر توانایی روزه را دارند، حکم شرعی این است که باید روزه بگیرند، و اگر تواناییش رو ندارند و میدانند دکتر حاذق و ماهری به ایشون گفته که حتما اگر روزه گرفتی دوباره دچار این مشکل میشه و خودشون هم احساس میکنند که نمیتوانند روزه بگیرند، حکمشون این است که میتوانند که به جای روزه فدیه بدهند. اما اگر توانایی روزه را دارند، فدیه کفایت نمیکند، حتما باید روزه بگیرند. درست. جزاکم الله خیر. از اتاق فرمان خواهش میکنم که در اینجا شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگانی هم که قصد دارن تماس بگیرن سوالای شرعیشون را آماده داشته باشن و
منتظر نباشن صداشون از تلویزیون پخش بشه، بلکه مستقیما از طریق تلفن به صحبتشون ادامه بدن. جناب مولانا بیننده پرسیدن که اگر امام در نماز تراویح در هر رکعت فقط یک آیه بسیار کوتاه بخواند، نه 3 آیه و یا یک آیه طولانی، آیا نماز درسته یا نه؟ نماز تراویح یک عبادتی هست و قیام هست در پیشگاه الله متعال، یعنی ما ایستاده ایم. انسان باید سعی بکند که نمازش را به صورت کامل بخواند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند صلوا کما رأیتمونی اصلی، و از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده که ایشون در یک رکعت یک آیه یا کمتر از یک آیه خوانده باشند، بلکه برعکس نماز شب رسول الله صلی الله علیه و سلم به گونه‌ای بوده که در یک رکعت ایشون سوره بقره رو و سوره آل عمران و سوره نساء رو در یک رکعت در شب‌های که قیام می‌فرمودند و تهجد می‌خوندند در یک رکعت این سوره ها رو می‌خوندند. این 4-5 جز رو رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک جز می‌خوندند. اون وقت ما که ادعای اتباع از رسول الله صلی الله علیه و سلم رو می‌کنیم، بیاییم فقط یک نصف آیه رو بخونیم بریم به رکوع، این شایسته خشوع و خضوع و نمازی نیست که شایسته جایگاه الله متعال باشه که ما بین گونه تقرب بجوییم. اما از نظر حکم شرعی خواندن ضم سوره در نماز، یعنی خواندن سوره فاتحه که واجب هست و جز ارکان نماز هست، و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا تفعلوا الا بأم القرآن، فقط پشت سر من وقتی که هستی سوره فاتحه را بخوانید، فانه لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. کسی که فاتحه رو در نماز نخواند نمازش درست نیست، یعنی حتما باید انسان در نماز سوره فاتحه را بخواند. اما غیر از سوره فاتحه سوره دیگری که اضافه می شود این جزء سنت ها هست، این جزء فرایض و واجبات نیست. سنت هست که انسان در 2 رکعت اولی همراه با سوره فاتحه یک سوره دیگری را اضافه بکند و در 2 رکعت آخری اگر نماز 3 رکعتی یا 4 رکعتی هست صرفا سوره فاتحه را بخواند. ضم سوره و سوره دیگر خواندن جایز، این لازم نیست. اما مقداری که کفایت می کند در یک آیه یعنی سنت انجام بشود، با یک آیه هم سنت انجام می گیرد. عرض کردم که اساسش سنت است، اگر ترک بشود باز هم نماز درست است. اما اگر می‌خوایم که نمازمون کاملتر باشد باید حداقل 3 آیه بخوانیم یا یک آیه که طولانی باشد. 3 آیه یا یک آیه طولانی رو بخوانیم از نظر شرعی نماز درست است و سعی بکنیم که یک آیه باشه که یک معنی کاملی رو داشته باشه، یک مطلب کاملی، یک حکم شرعی کاملی در اون باشه. آیات کوچیکی مثلا ثم نظر یا مانند مدهامتان که خودش یک آیه جداگانه هست، این معنی و مفهومی رو نمیرسانه، تعبدی حاصل نمیشه با این، بلکه یک آیه رو بخوانیم یا نصف آیه رو بخوانیم مانند آیه دین که و یک مطلب کامل و یک حکم شرعی کاملی باشه تا اینکه بفهمیم که ما چی خواستیم از الله متعال و چه چیزی را گفتیم. از نظر شرعی ضم سوره واجب نیست، اگر یک آیه هم بخوانند باز هم نمازشون در واقع درست است. جزاکم الله خیر. تمام بینندگان عزیز آماده است، فقط لطف کنن که سوال شرعیشون کوتاه و مختصر داشته باشن. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی، صحبت کنید. ظاهرا تماسش مشکل داره، تماس بعدی رو بگیرین. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصله، بفرمایید. سلام علیکم، استاد گرامی خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ببخشید یک سوال داشتم. سوال شد. بفرمایید. سوال اولتون؟ ما مثلا یزد ایران زندگی میکنیم، حالا یزد مثلا الان آفتاب غروب کرده، مثلا ما چند دقیقه دیگه میتونیم افطار کنیم، یزد دیگه از ایران فرق میکنه. در یزد هستین؟ بله بله، الان دیگه آفتاب کلا غروب کرده دیگه، غروب مثلا ما چند دقیقه میتونیم افطار کنیم، از ایران فرق میکنه. سوال دیگه هم دارین؟ خیلی ممنون، خداحافظ. خدا نگهدار شما. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، مسعود هستم از دنمارک. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. یک دو سوال داشتم. سوال اولی که کسی که روزه نمیگیره بالایش یعنی روزه نمیگیره یا بالایش فرض نیست، فرض مثال چرا صدقه فطر میدهن؟
آیا صدقه فطر واجب است یا فرض است و به چی مقدار فی نفر داده شود؟ درست. سوال بعدیتون؟ سوال دومی است که منظورتون صدقه سوال دومی که فطر هست؟ نماز تراویح در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که با جماعت خوانده شده یا نشده؟ اگر شده چرا میگن که حضرت عمر رضی الله عنه خودش از خود به حساب گفته که شما با جماعت بخوانین و بعد از او گفته که یک بدعت حسنه را ما ایجاد کردیم که در دین کدام مشکل نیست. آیا این گپ راست است یا دروغ است؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر، زنده باشین، سلامت. روزتان بخیر، رمضان خوش داشته باشید. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. سوالی داشتم خدمت استاد. بفرمایید سوالتون. موقعی که سحر بیدار شدم نیت نیاوردم. بعد از ظهر در موقع سحری که بلند شدم برای سحری نیت نیاوردم، نیت روز. بعد از ظهر نیت آوردم. آیا بودم قبول اون روز یا سوال دیگه هم دارین؟ نه؟ سوالی دیگه ندارم. خدا نه. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بنده گرامی صحبت کنید. دارن تماسش مشکل داشت. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. السلام باشید استاد. سلامت باشین. استاد در نماز، در موقعی که در مسجد نماز میخونیم، بله، وقتی که در مسجد نماز میخوانید، در مسجد که نماز بخونیم هر قدر در نماز سوره را آیه را زیادتر بخونیم بهتره یا فقط میتونیم در نماز آیه قرآن را بخونیم؟ یعنی آیه رو زیاد بخونید یا کمتر بخونید منظورتونه؟ نه میگم میشه زیاد بخونیم، چون من میتونم مثلا سر پاوایسم و زیاد قرآن بخونم، میتونم بخونم، مسئله نیست. درست. سوال دیگه هم دارین؟ جانم؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه دست در نکنه، نوکرتم خیلی. سلامت باشین، موفق باشین. بنده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بنده گرامی صحبت کنید، صدای شما وصله. سلام علیکم، وقت شما بخیر. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. یک سوال شهری داشته بزنم. بفرمایید سوالتون. ما در تهران هستیم. این به مدی که افطار میکنیم باید زود باهاش نماز بخونیم یا اینکه باید که بچه‌ها بشنویشن رفت کنن بعد نماز بخونن؟ ببخشید صداتون واضح نیست، یکم بلندتر صحبت کنید. به محض اینکه افطار کردن، یعنی یه لیوان شیر یا خرما خوردن بعد بلند بشن نماز جماعت میکنن، نماز بخونن یا اینکه نه یه کمی دیرتر شده 10 دقیقه 15 دقیقه تر بشن مشکلی نداره؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر، خدا نگهدار. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. خوب هستین؟ سلامت. سلامت باشین. زنده باشین. یه سوال داشتم. من در تهرانم، غروب آفتاب اینجا ساعت 8 دقیقه است. اذان مغربم 8 و 35 دقیقه است. آیا من میتونم 8 و مثلا 14 15 دقیقه روزم رو افطار کنم؟ 8 و 15 دقیقه روز افطار کنم. سوال دیگه هم دارین؟ نه ممنون. درست، تشکر از شما. باشین، خدا.
خدا نگهدارتون. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. استاد بزرگوار، یک سوال داشتم که درباره برج جبار برای ما معلومات بکن که برج جبار چی هست؟ درباره برج جبار. پرس زبان. برج جبار. برج جوان. چه برجی؟ یعنی در برج جبار. خود در مورد چیه؟ یه توضیح بدین چون که متوجه نمیشیم. میگن یک برج است به نام برج جبار. میگه که در او بر ما معلومات بکن. والا متوجه نشدیم ما. یعنی اطلاعی در موردش است که در تابستان آفتاب مهتاب در اون طرف میشینه و گفته که برج خداوند است و در تفسیرش هست آمده به نام برج جبار. مثل درباره برج جبار بر ما معلومات بکن. خب یعنی میزان و عقرب و نمیدونم سرطان اینا که نیست، درسته؟ نه خیر، میگن برج جبار کلام چیز در تفسیرش هست آمده به نام برج جبار. متوجه شدیم؟ انشاءالله توضیح میدیم. خب یک سوال دیگه هم داشتم که اگر در ماه مبارک رمضان دندان بیریش خون شود و فکرم نباشه او بالا شود. درست. سوال دیگه هم دارین؟ و همچنان سوال دیگه هم داشت که ختم قرآن کریم که در مسجد آدم توسط یخبری بگیره، ختم خرما، البته آیا ثواب داره یعنی در ماه مبارک رمضان؟ درست. و همچنان هم داشتم که اگر کسی مریض باشه و روزه گرفته نکنه و همین فدیه روزه خود پیش از پیش بده، آیا روزش میشه یا نه؟ دیگه وقت برنامه تو رو نمیدونم، وقتا خوش خدا حافظی بس. خدا نگهدارتون. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستم. ببخشید من سوال داشتم، از کشور فنلند زنگ میزنم. سوال من این است که در این کشور آفتاب ساعت 10:25 غروب میکنه و سحریان ساعت 1:20 میشه. بسیاری مردم میگن که باید از به نزدیکترین کشور اسلامی مثلا ترکیه یا عربستان افطار کنید، اما بعض مردم میگن نه باید از به می وقت خود کشور فنلند افطار کنید. دینشه هم از مولانا صاحب که کس از دنمارک زنگ زده بود، جوابش شنیدم و مخاطر من زنگ زدم و خواستم مطمئن شوم که ما با کدام تایم افطار کنیم و سحری خود بگیریم درست تا عبادت ما قبول شود انشالله. سوال دیگه هم دارین؟ زنده باشین، سلامت باشین. تماس دعا داریم. خدا نگهدار شما. آخرین تماس بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی صحبت کنید. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. بیننده عزیز صحبت کنید، صدای شما وصله. الو. بفرمایید صحبتتون ادامه بدین. مهربان خیلی شما سازمه. سلامت باشین. استاد مهربان سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بیننده گرامی لطف کنید از طریق گوشه تلفن به صحبتتون ادامه بدین. منتظر نباشید صدا از تلویزیون پخش بشه. شما سلامتیات سازمه استاد مهربان. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار تو باشه در امان. سلامت باشین. ما تو برنامه شما را نقد میبینیم، تماشا میکنیم. سلامت باشین. تشکر از شما. در حق ما دعا کنیم. انشالله. سلامت باشین. سوال شرعی دارین یا فقط دعای خیر؟ خدا نگهدار تو باشه پروردگار. خدا نگهدار شما باشه. سلامت باشین. تشکر از شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود.
ليزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالي جئت لكي أدري. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده اول پرسیدن گفتن که در یزد آفتاب وقتی غروب میکنه ما چند دقیقه بعد از آن افطار بکنیم چون که اذانی وجود نداره. همچنین بیننده دیگری هم گفتن که در منطقه هستن که ساعت 8 و 10 دقیقه وقت غروب است و اذان مغرب هم به افق شیعه ساعت 8 و 35 است. آیا اینا اگه میتونن مثلا 8 و ربع افطار بکنن یا نه؟ اصل معیاری که در این زمینه شریعت قرار داده برای افطار کردن غروب آفتاب هست. یعنی به محض این که آفتاب غروب کرد انسان باید افطار بکند و سنت هست که افطار را زود بکنند، یعنی تسریع بکنند در افطار خوردن، به تأخیر نیندازند افطار را، برعکس سحری. یعنی افطار زود افطار بشود، به محض غروب آفتاب افطار بشود و سحری رو به تأخیر بیندازند تا آخرین لحظات قبل از طلوع فجر و بامداد. این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و بعد از این که مطمئن شدند که آفتاب غروب کرده وقت افطار هست و ایشون هم که گفتند که ساعت 8 و 10 دقیقه غروب آفتاب هست، اوقات شرعی که تعیین کردند، و اذان مغرب 8 و 35 گفته میشه. بعد از 8 و 10 دقیقه ایشون میتونند که افطار بکنند. 8 و 15 دقیقه به طریق اولا، یعنی مطمئنن بعد از غروب آفتاب هست. همون اوقات شرعی که در تقویم‌های ایران هم نوشته شده که غروب آفتاب به افق فلان شهر مثلا فلان ساعت و دقیقه هست، بعد از اون میتوانند افطار بکنن و لازم نیست که منتظر باشن تا اینکه اذان شیعه گفته بشه. و قبلا هم عرض کردند که اذان شیعه حداقل بین ربع ساعت تا 20 دقیقه، شاید کمتر بیشتر، تفاوت داره با وقت غروب آفتاب. وقت نماز مغرب و وقت افطار دقیقاً یک چیزی هست، یعنی بعد از غروب آفتاب. به محض غروب آفتاب که مطمئن شدند بعد از آن افطار بکنند. دیگه لازم نیست که بیش از حد احتیاط بکنند و صبر بکنند که تا هوا تاریک بشه. جزاکم الله خیر. کسی که روزه نمیگیرد و یا روزه بر او فرض نیست، چرا صدقه فطر باید بدهد و چه مقدار باید بدهد؟ صدقه فطر رو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرض قرار دادند، یعنی دستور دادند که داده بشه، بنابر روایتی که در سنن ابو داود هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو فرض قرار دادند. فرض رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین. این فلسفه صدقه فطر است. اولش که این که برای اشکالاتی هست که احیانا در روزه به وجود آمده، شاید کسی حرف اضافی رو زده، کار بیهوده رو انجام داده، این یک نوع جبرانی میشه برای این عمل. و حکمت دیگرش طعمة للمساکین هست، یعنی یک کمکی هست برای فقرا و مساکینی که نمیتوانند برای عید آمادگی بگیرند، غذای روز عید رو ندارند یا لباس روز عید رو ندارند. به این خاطر این رو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرض و لازم قرار داده. پس بنابراین وقتی که حکمتش این است که رسیدگی بشود به فقرا و مساکین، تفاوتی ندارد بین آن کسانی که در واقع روزه میگیرند یا روزه نمیگیرند. همهشون حداقل اگر نتونستن روزه بگیرند، در این زمینه که همکاری با فقرا و مستمندان هست باید شریک بشود و بر پدر لازم هست که فرزندانی رو که تحت تکفلش هستند از اونها هم صدقه فطر رو ادا بکنند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم صدقه فطر رو 1 سا قرار دادند. 1 سا یک پیمانه‌ای بوده در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که حدود 2 کیلو 700 گرم تقریبا هست، یا حدود 3 کیلوگرم به صورت احتیاطی. یعنی برای هر نفر 3 کیلوگرم گندم باشه یا جو باشه، عدس و لوبیا باشه
برنج باشه، هر یکی دیگر از اقلام غذایی رو که پرداخت بکنند از نظر شرعی جایز است، اشکال ندارد. و بنابر فتوایی که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وجود دارد، قیمت این اقلام رو اگر به مسکین بدن این هم جایز است و اشکال شرعی ندارد. یعنی معادل 3 کیلوگرم گندم یا جو یا ذرت یا برنج یا اقلام دیگر غذایی باشد، یا خود اون غذا رو خوراکی ها رو به صورت خشک بدهد یا اینکه به صورت قیمت هم بدهد، باز هم جایز است، اشکال شرعی ندارد. زیرا که نیاز مستمندان امروزه متنوع هست. شاید کسی دیگر 1 کیلو برنج یا یک مقدار آردی شاید به فقیر و مسکین داشته باشه، نیازی به چیزی دیگر داشته باشه. و نظر بنده هم در این زمین این است که دادن قیمت به جای خود صدقه فطر به جای اقلام غذایی از نظر شرعی جایز هست و مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم همین است. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد نماز تراویح بود که آیا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم با جماعت خوانده شده است و چرا حضرت عمر رضی الله عنه گفته است وقتی که با جماعت خواندن گفته که نعم البدع؟ اصل در مورد نماز تراویح تشویق رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که ایشون فرمودن من صام رمضان و قامه، یا من قام لیلة القدر، یا من قام رمضان اومده که هر کسی که رمضان رو قیام بکند، یعنی شبهای رمضان رو با عبادت سپری کند، غفر له ما تقدم من ذنبه، گناهان گذشتهش رو الله متعال معاف می‌فرمایند. و اساسا رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه نماز قیام را می‌خوندند. بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول سال واجب بوده و به صورت انفرادی می‌خوندند و به صورت جماعت هم ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. روایت حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هست که میگه شبی در خونه خاله‌اش حضرت میمونه ام المؤمنین در اونجا بودن و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برخاستن برای نماز، ایشون هم بلند شدن در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم به نماز ایستادن و نماز را با جماعت پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندند. و معمولا رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز را به صورت انفرادی و در حجره خودشون در خانه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها یا هر یکی از همسرانشون که بودن در اونجا نماز قیام را میخوندن، به استثنای 3 شبی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدن در مسجد اومدن بدون این که اعلام بکنند اومدن شب اول در مسجد و کسانی که در مسجد بودند نماز رو شروع کردن با رسول الله صلی الله علیه و سلم. بله، روز دومش یک مقدار مردم خبر پیچید تو شهر مدینه که دیشب نماز جماعت ما خوندیم، قیام اللیل خوندیم و یک مقدار بیشتری اومد و شب سوم یا چهارم بود که مردم کلا دیگه شهر مدینه خبر شده بودند و همه اومده بودند برای نماز تراویح به صورت جماعت و رسول الله صلی الله علیه و سلم خارج نشدند، یعنی در حجره خودشون نماز خوندن و هرچند که اصحاب این گلو صاف می‌کردند برای اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم متوجه بشوند که مردم در مسجد جمع شدند اومدن و بیان نماز جماعت بخونند، رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرون نیومدن و تا فردا صبحش یعنی برای نماز فجر رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدن و فرمودند که من شنیدم اون چیزی رو که شما میگفتید یا صدای گلو صاف کردنتون رو من شنیدم، ان علمت ما صنعتم، اون چیزی که شما انجام دادید من شنیدم که منتظر بودید بیا برای نماز. میگه فرمودن اما من نیومدم خشیت ان تفرض علیکم، به از ترس این که مبادا بر شما فرض بشود. یعنی اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم کاری رو به صورت مداوم همیشه انجام میدادند، چه بسا که بر امت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرض میشد که شبانه باید 20 رکعت یا کمتر و بیشتر تا وقت سحر بیستند و نماز بخونند و همه توانایی این کار را نداشتند. این هم نشانه رحمت الله متعال و نشانه سهولتی است که در دین اسلام وجود دارد. پس بنابراین اصل قیام اللیل که اشکالی نداره، وجود داره در آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و به صورت جماعتش هم ثابت هست. اصلش ثابت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که حداقل در 3 شب ایشون اومدن و نماز را با جماعت خوندن و در غیر این مورد نمازهای نفلی هم با نماز جماعت ثابت است، مانند روایت حضرت عبدالله ابن عباس و روایت حضرت انس رضی الله تعالی عنه که رسول الله در منزل مادرشون نماز را با جماعت خوندن. پس بنابراین خواندن نماز سنت یا نفل با جماعت از نظر شرعی از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم هم ثابت است. اما چیزی که در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بود این بود که یک امام مشخصی برای تراویح در ابتدا مشخص نکرده بودند. مردم هر چند نفر که در مسجد بودند یک نفری جلو میرفت نماز میخوند و چند نفر هم پشت سرش اقتدا میکردند. یک گوشه دیگر چند نفر دیگر نماز میخوندند، یک گوشه دیگه مثلا افرادی بودند به صورت انفرادی نماز میخوندند. ابتکاری که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه
عنه انجام داد این بود که همه رو جمع کرد، یک امامی رو مشخص کرد. از اینکه چند جماعت یک جا خونده بشه در یک مسجد، بعضی هم به صورت تنهایی نماز بخونن، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه همه رو جمع کردند با یک امام، همان گونه که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. این یک سنت هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده. و این که بدعتی که در کلام حضرت عمر اومده یک بدعت اصطلاحی هست، نه بدعت شرعی. یعنی اصل نماز تراویح رو رسول الله خوندند، با جماعت هم خوندند، منتها حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ابتکاری که به خرج دادن این بود که از این تشتت و تفرق جلوگیری کردند و همه رو بر یک امام جمع کردند. جزاکم الله خیر. اگر کسی در موقع خوردن سحری فراموش بکنه نیت بر زبان بیاورد و بعد از ظهر نیت بکنه، آیا روزش درسته یا نه؟ این بیننده عزیزمون کارشون درست بوده. یعنی خود این که شما بلند شدید برای سحری خوردن، یعنی این که نیت داشتید. خود این که به سحری بلند شدن یعنی این که شما نیت داشتید و لازم نیست که یک جمله رو بر زبان بیاورید. نیت یعنی تصمیم قلبی، همون اراده قلبی که شما نیت دارید که فردا روزه بگیرید و در قلب خودتون این تصمیم رو دارید، یعنی از نظر شرعی نیت کردید. لازم نیست که چیزی رو بر زبان بیاورید. وقتی که شما بلند شدید یا شب وقتی که خواستید به این نیت خوابیدید که بلند میشوید و سحر میخورید و فرداش روزه میگیرید، همین نیت شما هست. لازم نیست که چیزی دیگری رو بر زبان بیاورید. و کسی بلند شده سحری خورده یا نیت سحری رو داشته اما خواب افتاده، نیتش درست هست، فردا روزه بگیرد، هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد. و اساساً تلفظ نیت در عبادات از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. نیت فقط و فقط کار دل هست. جزاکم الله خیر. یعنی برای گفتن که وقتی در مسجد نماز میخوانن میتونن آیه ها رو زیاد بخونن یا زیاد آیه بلد هستن، باید آیه ها رو کوتاه بخونن یا میتونن زیاد؟ اگر که یعنی فردی امام جماعت هست در مسجد با جماعت نماز میخونن، امام باید مراعات بکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیهشون این بوده وقتی که انسان امام جماعت هست، مثلا حضرت معاذ رضی الله تعالی این توصیه کردن وقتی که نماز رو طولانی میکردن، فرمودن افتان انت یا معاذ، آیا میخوای مردم رو در فتنه بندازی؟ و امام وقتی که پیش نماز هست باید نماز را کوتاه بخواند تا جایی که برایش میسر و ممکن هست. و در روایت آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من میخوام گاهی وقتی نماز را طولانی بکنم اما صدای یک گریه بچه رو میشنوم به خاطر اینکه مادرش پشت سر من نماز میخواند، من نماز را کوتاه‌تر میخونم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که افراد سال خورده و بیمار پشت سر شما نماز میخونند، وقتی که امام هستی نماز را کوتاه بخوانید. اما وقتی که انسان به صورت تنهایی نماز میخواند یا یک جماعتی هستند که میل و رغبت دارند، اهل بیمار نیستند، کار ندارند، خودشون جمع شدن برای نماز نفلی مانند نماز تراویح، اشکال ندارد، میتوانیم که نماز را طولانی بکنیم. یا وقتی که انسان به صورت تنهایی نماز میخواند به دلیل روایتی که حضرت جابر رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که افضل الصلاه طول القنوت، بهترین نماز طول قنوت هست، یعنی طول قرائت هست که انسان قرائت طولانی رو در نماز بخواند، این اولاتر و بهتر است. و در این مسئله علما اختلاف نظر دارند آیا کثرت سجود بهتر هست یا کثرت تلاوت و طولانی بودن در واقع قرائت و قیام نماز. و اکثر علما نظرشون بر این است که این که نماز طولانی تر باشد، یعنی بیشتر قرائت بکنید، این اولاتر و بهتر هست. گرچه نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیک به هم بود، یعنی همان اندازه‌ای که در رکوع بودن در سجده صبر می‌کردند، همان گونه که در سجده بودن در میان دو تا سجده هم صبر می‌کردند. پس بنابراین طولانی کردن قیام از نظر شرعی جایز هست، بلکه مطلوب و سنت هم هست. کمتر از 4 دقیقه مونده با 6 تا سوال. آیا به محض افطار کردن آیا باید بلافاصله نماز خواند یا کمی دیر شدن اشکال نداره؟ اشکالی نداره. وقت افطار اگر انسان نیازی داره که غذا بخوره اشکال نداره. 10 دقیقه ربع ساعتی اگر تأخیر شد هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی وجود ندارد و کاملا جایز هست. و لازم نیست که به محض اینکه یک لیوان آب خورده هنوز آب از گلوش پایین نرفته بلند میشن برای نماز فرض و هنوز دلش توی سر سفره غذا هست و نه نماز درست حسابی خونده و نه افطار کرده. پس بنابراین همون افطار بکنند. یک 10 دقیقه ربع ساعتی اگر به تأخیر بیاندازند از نظر شرعی اشکالی نداره. برج جبار چیست؟ اگر والله اعلم من هم دقیقا متوجه نشدم که اگر منظورشون ابراج هست که در کهکشان هست، نمیدونم که مسئله شرعیشون یعنی ایشون جنبه سوالشون دقیقا چی بود. متاسفانه واضح نبود. اگر کسی در رمضان دندان و بینش خون بیاید حکم روزش چیست؟ اگر خون آمدن لثه یا خون آمدن بینی هیچ گونه تأثیری رو بر روزه ندارن و روزه کاملا صحیح است. و حتی در برای وضو هم
در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خون شکننده وضو شمرده می شود، اما وقتی که در دهان باشد، در صورتی که خون به اندازه نباشد غالب بر آب دهان باشد، حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وضو نمی شکند. برای روزه بل اتفاق تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت نظرشون بر این است که اگر کسی یک جایی از بدنش زخمی خون آمد، بینیش یا لثه‌اش خون آمد، به هیچ عنوان روزهش نمی شکند. جزاکم الله خیر. آیا درست است که گرفتن ختم قرآن در مسجد انجام گرفته شود ثواب دارد یا نه؟ اگر که به صورت آموزش باشد، یعنی مدارسه قرآن باشد که انسان برای تحصیل تلاوت بخواند، جمع بشوند در یک جایی و از همدیگر بشنوند، هر کسی مثلا یک جزئی یا کمتر یا بیشتر چند صفحه‌ای میخواند به خاطر اینکه روحانی قرآن را یاد بگیرند، از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست. و همچنین اگر جمع شده باشند برای اینکه چند آیه از قرآن کریم را بخوانند و مدارسه بکنند قرآن را، و این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده که هر شب حضرت جبریل علیه السلام می اومدند و با رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن میخوندند و مدارسه میکردند. جزاکم الله خیر. کسی که مریض است نمیتواند روزه بگیرد، آیا میتواند قبل از شروع رمضان فدیه بدهد؟ قبل از شروع رمضان فدیه ندهد. اگر یعنی مطمئن بود که در ماه مبارک رمضان صحت حاصل نکرد، شفا نیافت و مطمئن است که تا آخر رمضان نمیتواند که روزه بگیرد، در همون ماه مبارک رمضان هم جایز هست، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. حضرت انس رضی الله تعالی عنه در آخر عمرش که 2 سال که نمیتوانستند روزه بگیرند، غذای درست میکردند و 30 نفر از فقرا رو دعوت میکردند، یعنی فدیه میدادند، در مقابل هر روزی به یک فقیر و مسکین غذا میدادند. جزاکم الله خیر. در کشوری مثل فنلاند که الان روز خیلی طولانیه و فاصله بین غروب و سحر خیلی کم است، باید با افق خودشان روزه بگیرن و افطار بکنن یا با افق نزدیکترین کشور؟ در جایی که فاصله شب یعنی مدت زمان شب بسیار کوتاه هست که یعنی احکام شرعی نمیشه در اون انجام بگیرد یا منافعی رو که الله متعال در شب قرار داده به عنوان آرامشی که برای انسان هست، سکن برای انسان هست، نمیشه این فراهم بشوند. نظر من این است که به نزدیکترین جایی که شب و روزش طبیعی هست، نزدیکترین، نه نزدیکترین کشور اسلامی بلکه نزدیکترین جایی و منطقه‌ای که شب و روزش به صورت معتدل و میانه هست، میتونن بر اساس افق اونجا در واقع احکام شرعی رو، نماز و روزه رو انجام بدن. درست. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. وقت برنامه تمام شد. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ليزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا